سلام بلک استوری عزیز، من مهدیم و اینجا گیمنت بلک استوره. امروز هارد گرفتم برای جابجایی بازیام که بخوام توی کنسولای PS4 هم یا حالا PS5 بازی بخوام بریزم. این مدل SSD هستش، SSD A8 مدل ST600Q 480 گیگ حافظه که 440 گیگ شما میتونین استفاده کنید. اونجوری هم که SSD هستش، سرعت انتقال خیلی خوبی داره دیگه، اتلاف وقت هم نداریم. بریم با هم دیگه بازش کنیم بریم داخلش چیه. آبی مشکی قشنگی هم هستش. خب طبق معمول دفترشه که چندان به کارمون نمیاد، خود SSD و یه دونم کابل USB 3 این مدل هاردم از نوع 302 هستش. همونطور که میبینید این کابلش، اینم خود هارد. به شدت سبکه، خیلی سبکه، حس خوبی به آدم میده. روش هم یه حالت سیلیکونی داره، همونطور که میبینید این آبیه از مشکی جداه. خیلی کار قشنگ و جمع و جوری هم هستش. گارانتی این هاردم آونگه و مدت ضمانتش هم 36 ماه هستش که از دیجیکالا میتونین خریداری کنین، از بیرون هم میتونین تهیه کنین. من خودم از دیجیکالا گرفتم، مگه اشتباه نکنم 1900. باز حالا شما شاید بالاتر بتونین بگیرین، شاید پایین‌تر هم بتونین بگیرین. حالا با این وضعیت اقتصادی الان فکر کنم گرون‌تر هم شده. خیلی ممنون. خب بریم برای تست سرعت SSD مون. یه فایل حدوداً 4 گیگی داریم، اینو میخوایم جابجا کنیم. از طریق پورت USB 3 هم زدم به کامپیوتر که حد اکثر سرعت رو بتونیم بگیریم ازش. خب حدوداً 20 ثانیه برای 4 گیگ فایل که میشه گفت سرعت خیلی خوبیه. سرعتش ثابته، بالا پایین نمیشه، اذیت نمیکنه تو این مورد که خیلی خوبه، مثلا تو بازی حجم بالا خیالتون راحته که سریع انتقال انجام میشه و تمام. حالا بریم فایل رو از هارد جابجا کنیم داخل کامپیوتر و شروع. 10 ثانیه. فوق العاده است، سرعت 400 مگابایتی فوق العاده است و تمام. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم که سابسکرایب کنین، منتظر ویدیوهای آینده‌مون باشین و حمایت های شما باعث دلگرمی ما میشه. ممنون، خدا نگهدار.